پرشم گروه چه از خوبی است بسم الله خدای خیلی خطرناک کسی بهتره. سلام دوستان، صبح همگی بخیر. امیدوارم که خوب خوش سرحال باشید. یک روز خوب را آغاز کرده باشید دوستا. امروز باز یک برنامه کوهنوردی دارم که به اسم پیتزا اولا. ارتفاع کم 3121 متر. بعد کم در منطقه والس خود من میل در پارکینگم در والس، در پارکینگ هلیکابین. مشکل والس فقط یک مشکله که پارکینگ پیدا نمیشه، یعنی پارکینگ عمومی فقط اینجا. و دویم دیگه یعنی اینجا که پارکینگی همی 8 فرانگ اولش میگره دیگه، در برای 24 ساعت دیگه در بلایش که شما بلده 2 ساعت پارک منین، 1 ساعت پارک منین یا 24 ساعت، ولی نمی هسته دیگه. بعد ما باید که حالا ماشین باید پارک کنم در اینجا. دوستا میتونین پارکینگ رم قد کلینچ یا قد کارت 8 فرانگ. دوستا این روز کوه یک ذره سخت معلوم میشه، کوه چالشیه، همین درجه سختیش رو 5 و 6 هست دیگه. کوه سختیه، باید بریم ببینیم که کوه چطوره، مسیر چطوره دیگه. از این چیزی زیاد گفته نمیشه دیگه، در مسیر دیگه توضیح میدم. برو جلو نگو نمیشه، قصه ها دروغن. دل قوی سنگای جاده میشن پله بلند. دستات خالی ولی امیدت پره، دل بزن به دریا خدا پشتت سپره. تو حرکت خدا برکت میکنه، ترس و بندار راه قدرت میکنه. تو حرکت کن دنیا میفهمه کیایه، بالا میری تا بشه جاده مال توه. تو حرکت کن خدا برکت میکنه، ترس و بندار راه قدرت میکنه. تو حرکت کن دنیا میفهمه کیایه، بالا میری تا بشه جاده مال تو. هی شب تاریک تو ستاره بساز، سختی ها رو له کن با قلبت بتاز. اون قله جای آدمای باورمنده، نه برای کسی که تو خوابش پنده. تو حرکت کن خدا برکت میکنه، ترس و بندار و قدرت میکنه. تو حرکت کن دنیا میفهمه کیایه، بالا میری تا بشه جاده مال تو. هی زندگی بازی تو موره شاهی، واسه هر شکست هزار تا راهی. رویاتو بغل کن وقتش پرواز، رفیق خدا گفته بیا بساز. تو حرکت کن خدا برکت میکنه، ترس و بنداز راه قدرت میکنه. تو حرکت کن دنیا میفهمه کیایه، بالا میری تا بشه جاده مال توه. تو حرکت کن کوهنوردی ما امروز از پارکینگ هلیکابین یا لیفتی والس شروع شد. البته این والس هم مگه خود یا آلمانیا در زبان آلمانی فالسه ای. اگر بخوای انگلیسی تلفظ کنی والس میشه، والس هم مگه جا چندان فرق نداره. ما خودم بلده از خود والس راحت تر از فالس کنم. اگر والس گفتم سود دا آوی تازه. دوستای عزیزم اینیم اسکای هلیکابین. بعد این دفتر اسکای هلیکابین، از این میتونیم بلیت بخریم. بعد این خود اسکای هلیکابین.
والز. دوستا هر کی اگر میخواد پیتزا اول بره میتونه از تیل کابین هم استفاده کنه. تیل کابین تا خیلی راه ماره. ما خودم دوست دارم همیشه کوردنوردر یک ذره زودتر شروع کنم قبل از طلوع آفتاب. دوستای عزیزم شما رو اینجا من هتل در نام شتاین بوک. این دقیقا مسیر از پیش نمیزی هتل پشت سری اسکای تیل کابین اسکای لیفت آلمانی مویر برگبان مگه مسیر نمیزی اینجا شروع. دوستای عزیز مسیر اینجا شروع باید که اول باید که لایس برم سادم که والز تالشتاسیون اول ما باید اینجا برم بعد اینجا بعد دوباره به نظرم مسیر پیتزا اول کسته شاید تابلونج دمیزی منطقه باید باشه یا شاید هم اینجا احتمال زیاد اینجا بریم. دوستان شما را روزه بلیک خود والز را میشه دیدم. اینمی کلن مرکز والز هست. بلده پارکینگ ماشین میتونه تا لایس بیایه بعد اینمیجی بغیر کدام هزینه میتونه پارک کنه. شاید با ماشین 10 دقیقه اینجایی. عزیز تا لایس رسید ارتفاع 1526. دوستا گفتم کم شما رو گل مولم نشو بیدم که ما تمام شما رو سنگ و کو جابان نشو میدم بعد دل میلشم تنگ نشنه. دیق میق نشنه شما همایشه یا یک کل پشتی کولا نمفهم تایاق گل مولم شمار نشون میده مترم نیه صبر ما گلای بیشتر شمار نشون میده اصلا دلشم دل خطار ای نکن دوستا. گلای میتر که تا دلشم بخواه. البته اولیش یک رستوران خیلی لوکسه دوستای گرامی. اگر یک وقت یک میل اطلاعات داشتین و نمفام و چکر مکر واقعا یک تراس خیلی خوب داره عشقی. دوستای اینمی منطقه نامی
والس گاه داشتم. لیفت هم که فقط تای نمیشه. از این چی باید که اگر میخواست میکنه وقتی باید جون بکنه. از این چی دیگه شوخی نیه. دوستان 7:12 میشه دیگه. این ایستگاه تلکابین ایستگاه خیلی لوکس. کارهای از اینا جوره دیگه. بعد اینی باید خیلی مازی بزی تابلو باشین. دوستایی که عشق کنوردی طرفی والس داره یا میخواه پیتزا بره. اینمی آباد که دمی طرف ولی خوبی امروز چیه؟ وقت دارم چه بزود شروع کنم. بدنم گرم شد. نال کنه وردی حال میده خدایش. دوستا بالاخره خورشید ما از زیر ابر آمد بیرون. بیننده عزیز زیر خورشید کور که میبینید او کو در نام چیه؟ ای نکن دیگه ازیاد جونم مشم. خواه او کو در نام والس یا فالس هورن. ارتفاعش هم همین 2800 خورده هم راست. 2900. بعد اگه زندگی بود به زودترین وقت برام شمار نشان میدم که از نزدیک که کوه چطور. گواه دیگه روز خوش دیگه. دوستای عزیزی که همیتا آوی درستابی داره دیگه. آه خیلی هم زیاده. دوستا اینیم پیتزا اولر. دقیقا زیر پیتزا اولم یک چند دقیقه دیگه دزی گردنه میرسم. دوستای عزیز اینیم از پیتزا اول. راه که راه آلپاینیش خیلی نمزینجه نمیتر نشان میده که بالا رفتم قار خدایه. یه درجه سختی مستقیم شش 5 منجم نیه. 5 تا اینی منطقه از با 6 میشه. صاف صخره نیست باشه تا یه قله رو بری بالا. فعلا رامانیه بریم میتر کم بالا تو کنیم که یک امکانی چطور میشه.
دوستا بوسکویی رو میبینید. نگاه کن عزیزان. واو. جالبه. دوستان عزیز، سلام تمام دقیقشی میگم که پای خشتم باید تخبیر ماش چی طرف چی اشتم باشم یس خدا راستی اصلا روی وجود نداره ولی پایین نشون بدم پایین اینه رقم دستان باید بالا می نداره خیلی عالی باشه که بتونی رو بانو نیست خوب اینجا دوستا گروه رفت پایین
دار دیدی برا خب بسم الله رحیم. استارت خوب بالا اینجا نشد دوباره تلفن طرف چطور şimdi شمگروه چه کویست در بسم الله خدای خیلی خطرناک کسی بهتر şimdi şemgürü çağız koysa der bismillahirrahmanirrahim خدای خیلی خطرناک کسی بهتر
چقدر کاری سخت. خیلی سخته. یقدر سخته تا می دلشون بخواه. خطر دیگه میگم تای خطر بخورم. بزرگ کویم تا دلش باشد از بال چی میرزه از این سنگ منگ. برای خدا نه سنگار تو برادرای عزیز رای طرف شی رانیه خیلی خطرناکه. از خطرناک هم یک ذره او طرف تره خودکشیه بخی. بعد بینیم از سختی از این طرف شه. به نظر من این راه رو باید بره پایین دوباره او طرف. اینم پیتزا اول. عزیزان امروز رفتم یک امتحان کردم. خیلی سخته. درجه سختی 600% است. 5 نیه. واقعا سخته. تا اون بر قله رفته بودم دیگه تایم روش بسته چون ما یک قله دیگه هم رفتم امروز. بعد اینمی دیگه راه بلدی شد. راه را بلد شدم. ولی به نظرم تیم 2-3 نفره باشه خیلی بهتره. کمک هم دیگه کم شنه. خود دوستان جور باشین، سلامت باشین. امروز ما را تحمل کردن. بلده کلگی دیگه از خوش آرزومونم دیگه جور باشین. بازمی از لطفشم دیگه می کانال از من زیاد شم نره جونم ماشم. خیلی سابسکرایب کنین. امور که توخم نیست که سابسکرایب کنین چی میشه؟ از کجاش کم میشه؟ ای دستتون طلا. خداحافظ. Meine Felsen belohnen Mut, nicht Überheblichkeit. Das Summit belongs to those who never give up. Der Gipfel gehört denen, die niemals aufgeben. Breathe deeply, trust your steps and keep moving. Atme tief durch, vertraue deinen Schritten und geh weiter. I don't promise an easy journey, I promise an unforgettable one. Ich verspreche keinen leichten Weg, aber einen unvergesslichen. When you stand on my summit, you will understand why you came. Wenn du auf meinem Gipfel stehst, wirst du verstehen, warum du gekommen bist. Now come if you are ready. Now come if you are ready. Nun komm, wenn du bereit bist.